خب تو ویدیوهای قبلی ما دیدیم که هنوز رو کلین کدیم، هنوز رو فرمتینگیم، تمام میشه. یه ویدیو دیگه مونده و این ویدیویی که داریم میبینیم با هم دیگه دیدیم که چرا اصلا باید رو فرمتینگ ما کیر بکنیم. دیدیم که ما چطوری باید ورتیکال یه کد رو فرمت بکنیم. حالا راجع به هورایزونتال و هورایزونتال چیه؟ اولا که نباید یه تریلی خط طولانی داشته باشیم توی کدمون که هی باید اسکرول افقی بکنیم که اصلا افتضاحه. تو هر چیزی اسکرول افقی افتضاحه. تو موقع کد نوشتن که اصلا دیزاستر رسما. حتی اگر هم لاین همون کوچیک باشه باز هم خیلی راحت میتونیم کاری کنیم که خوانا نباشن و تا حداقل یک بار یه سری نکات رو نشنیده باشیم یادمون نمونه. هی باید خودمون کشف کنیم که اوکی من چه فرمتی اینجا بذارم، نیاز نیست کشف بکنیم. کلین کد گفته چه فرمتی وجود داره، اصلا چیز سخت و پیچیده نیست، فقط یک بار باید خونده باشیم. نخوندیم اوکی این ویدیو هست میبینیم 10 دقیقه کنم نهایت باشه فرمتینگش رو میبینیم چه تا آخر عمرم امیدوارم یادمون بمونه. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. نریم اشتراک گذاری فراموش نشه. توی لینکدین ریپوست کردن بهترین حالت، بقیه ریاکشن ها هم دوست دارم، کامنت فیدبک خیلی دوست دارم. لینک یوتیوب رو برای دوستان بفرستین، تو تلگرام هست، پادکستش هم هست و هر جا دستتون بود به اشتراک بذارین. بریم ویدیو رو ببینیم. مورد بعدی در مورد Horizontal Density Distance and Openness، فاصله گذاری ها و تراکم افقیه. موضوع اول چیه؟ میگه اوکی کد به هر دلیلی ممکنه یه خورده طولانی بشه، بلند بشه. رفته یه سری گزارش بررسی کرده از یه سری سورس کد و دیدی که عموما یه چیز بین متوسط 20 تا 40 کاراکتر هر لاین اف کده. مثلا بوده 200 300 500 کاراکتری هم به ندرت توی این سورس کدا بوده، 5 10 کاراکتری هم بوده، ولی متوسط بین 20 تا 40 مثلا بوده. بس اینه که میگه اوکی اینا دیولپرها نوشتن، پس طبیعتا دیولپرها لاین های کوتاه رو ترجیح میدن. یه مسئله هم قبلا بوده که مانیتورها کوچیک بوده، مثلا یک تعداد کاراکتر مثلا 120 کاراکتر به اونور خیلی قدیم شاید اصلا نشون نمیده و بعد اسکرول میکردی که بتونی ببینی. اسکرول افقی هم که واقعا پنینه هست. حالا باز اسکرول عمودی ماوس ویلت مثلا کمک میکنه، اسکرول افقی یه تریکای داره. حالا چه میدونم ماوس ویل رو کلیک کنی بگیریم و اونور یه سری موسای هستن که ویلشون دو طرفه است و این داستان ها، ولی اون واسه گیمر رفتی به این قضیه نداره و دیولپمنت نداره. عادت اینه که آقا موس میره پایین دیگه. هورایزونتال رو اسکرول کردن واقعا پنینه است و با توجه به اون تجربه هم که از گزارش هایی که از سورس کد های اصلا کد های معروف گرفته به این نتیجه که اوکی بهتره که ما نگه داریم لاین کد رو کوتاه باشه. از طرفی علاوه اینکه باید کوتاه باشه باید یک فرمت معقولی رو هم داشته باشه. مثلا هم بحث اوپننسش بین کاراکترها باید یک فاصله های معقولی باشه. مثلا این نمونه کد رو با هم ببینیم. الان ما یه سری پارامتر داریم که کاما افتاده بینشون ولی خیلی الان مشخص نیستش که چند تا، باید ببینید دقیق چون به هم چسبیده. تو همون فرمتینگ مقاله هم که اول گفتم میگه بعد از کاما باید یه اسپیس بدین دیگه. دقیقاً توی کد هم اپلای میکنه، شما باید بعد کاما اسپیس بدی و حتی توی همچین کیسی که الان 4 تا پارامتر داره شاید بهتر باشه که شما بیاریشون اینا بشکنید بیاری پایین. حالا این که 4 تا پارامتر رو ما قبلا گفتیم توی بحث فانکشن که اصلا پرکتیس خوبی نیست و بهتره که اینو بیایم یه دیتا استراکچر از تو درش استخراج بکنیم و پس بدیم، یه بحث دیگه ایه. ولی حالا اوکی ما 4 تا پارامتر داریم، شاید بهتر باشه اینا رو بینشون فاصله بده. اگه 2 تا مثلا پارامتر بوده که حالا بگیم معقول هم هست و این قلتی هم توش نداره، باز هم اینا اینجوری به هم نچسبونیم، یه اسپیسی بذاریم که اوکی من دیدم سریع بفهم که آقا 2 تا پارامتره، چون چشم میفهمه این اسپیس این وسط رو. این یه بحثشه. و اینجا هم مثلا اینو داریم که آقا این اپراتورهای مثلا مثل مساوی، به علاوه، منها، اینا 2 تا طرف دارن، طرف چپ و راست دارن اپراتورها و طرف چپ و راست باید به وضوح مشخص باشه. ما مساوی میذاریم یه 2 تا اسپیس هم اونورش بزنیم. خب این راحت‌تر خونده میشه تا این. اینجا یعنی چشم داره این خط تو که میخونه میفهمه که اینجا مساوی هست، ولی وقتی که اینجوری باشه ما این خط هم داریم میخونیم ناخودآگاه چشمون داره شما تلاش کنین این خط رو بخونین، مساویه رو اون پایین داری نوتیس میکنین، میفهمی که اینجا یه اپراتوری هست که 2 طرف داره. مثال دیگهش اینجا مثلا میگه ما داریم یه سری مقادیر رو با هم جمع و ضرب و منهام میکنیم. میگه اوکی ضرب نسبت به منهام مگه اولویت نداره، اینو ابویسش کنیم، طرف مجبور نشه این 5 تا ولیو رو بیاد بخونه و ببینه اوکی این ضرب در این، بعد بیاد اون قضیه اولویت اپراتورها به هم دیگه هم بیاره تو ذهنش و بگه اوکی پس اول باید این رو ضرب در این کنم، بعد این 2 تا رو نه این 3 تا رو اوکی کمکش کنیم، یه اسپیس بدیم
الان واضحه که آقا ما یه مقداری داریم که برابر با این هاست و اینا میشه این دو ضرب این دوتا منهای ضرب این 4 تا. خیلی راحت تر میشه خوند. obviously به نظر این چیز obvious میاد ولی خیلی کمک میکنه. ما در روز به عنوان دیولپر با حجم عظیمی از اینجور کدها درگیریم و اگه هر کدومشون بخواد از ما چند ثانیه بیشتر زمان بگیره که دیسترکتد میشیم، وقتمون گرفته میشه، وقتمون جا غلط میره. ما نیومدیم اینجا این کد رو بخونیم که اولویت ضرب و تقسیم رو تحلیل کنیم، یادآوری کنیم تو ذهنمون، که قصدمون که این نبود. یا مثلا این لاین ما یه چیزی داریم رایت لاین میکنیم مثلا به عنوان لاگ یا whatever و اینا همینطور به هم چسبیدن. باز اینجا مثلا پلاس ها، اول بیایم بین پلاس ها ما یه دونه فاصله بذاریم، بعد میرسیم به اینجا آیدی پلاس پلاس پلاس. اوکی چی شد؟ بعد اینجا فکر کنیم آها این آیدی پلاس پلاسه، یعنی ما داریم آیدی رو پرینت میکنیم پلاس پلاسش هم میکنیم. اوکی پس اینجا باید اسپیس بخوره. اوکی همینطور اینجا و اینجا. یا اصلا میتونیم این کار بکنیم آقا من اینو میخوام بدم بیرون. اوکی نیم آیدی کانتنت. دوست داشته باشیم دیولپر بعدی که میخواد بیاد این کد بخونه باش دشمنی نداشته باشیم، یه کمک بکنیم که بتونه کد راحت‌تر بخونه. اینجا هم فانکشن کال داریم، ما یه ست اسکور داریم می‌کنیم آیدی و اسکور. اوکی دو تا پارامتر داره، فاصله این دو تا پارامتر مشخص بشه از هم دیگه. این میشه horizontal openness distance and density. حالا مورد دیگه هم در مورد horizontal formatting میاره به اسم horizontal alignment. یه bad practice رو در واقع معرفی میکنه. من اینو ذخیره کنم که شاید ندیده باشین ولی من سورس کد هایی دیدم که این مخصوصا مثلا یه پروژه پی ال اس کیو ال کار میکردم که اونجا خب آیدی درست حسابی هم نداشت و این یه روال شده بود اونجا که مثلا استور پروسیجر ها رو به این صورت فرمت میکردن و به خودم عادت کرده بودم جای دیگه که رفته بودم همین کار میکردم و همین گفتن چته مشکلت چیه با خودت. به این صورت اول اکسسورش رو به این صورت میزنن، تب و اسپیس میزنن، حالا تایپ ها توی لاین، نیم ها توی لاین. اوکی چه مرضیه این؟ همینطور بنده واسه پارامترهای یک فانکشن هم این کارو کرده. چرا؟ مشکل چیه با خود؟ الان چه کمکی داری میکنی به خانایی؟ بعد این خیلی راحت به هم میریزه که من الان مثلا بیام یه حالا اینم مثلا جست یک کلاسیه دیگه، من الان یه پارامتر دیگه داشته باشم که مثلا باشه input stream configuration مثلا از این تایپ باشه. این تایپ هم ما یه جایی میسازیم. خب من الان یه تایپ input stream configuration اضافه کردم. حالا تکلیف چیه؟ باید بیام همه اینا رو هم دوباره بیارم جلو. بدبخت میشم که یه کد تغییر میدم دهن منم صاف میشه که چه کاریه، چه مرضیه. واقعا این اتفاقا میافتاد، برای شخص من اتفاق افتاده که من یه وقتی همین اتفاق اصلا میافتاد و باید میومدم همه رو دوباره ایندنتینگش رو درست میکردم. آخه اینو چرا داری با هم ایندنت میکنی؟ چه کمکی میکنی؟ عین مثال کتابه یا عین همین اتفاق اینجا ممکنه بیفته دیگه. من اینا رو اضافه کردم، بعد الان بگم distance request equal 10. اوکی حالا اینا رو چیکار کنم؟ آها قشنگ شد. بعد قشنگیش اینه که یه سری از آیدی ها اینها رو الان اصلا تو همین ویژوال استودیو فکر کنم این کار بکنه. من وقتی اینو میام ریفرمتش میکنم، حالا موقع ذخیره سازی یا یک چیز جدید اضافه کنیم یا مثلا یه لینتینگ لایبرری چیزی که میاد خودش فرمت میکنه فایلو اعمال میکنم، ببین چه اتفاقی واسه فایلم میفته. اوکی همه ریخت به هم. ای بابا حالا من دوباره باید چیکار کنم؟ بیام اینجا دوباره ایندنتینگ بدم. سخت شد که. بعد بعضی وقتا به اینجا که میرسن دیولپرها واسه این که دیگه به این مشکل نخورن که جا کم بیارن یه فاصله فضایی میگیرن اینجاها. آقا دو سه تا تب دیگه هم بده اینجا دیگه، از این گنده تر دیگه تایپ نیم نخواهیم داشت. چی کار داری میکنی الان؟ وقتی گیرم باید دیولپمنت رو داری به چی اختصاص میدی؟ از این کثافت کاری ها نکنیم لطفا. اسمش هست horizontal alignment. یه بد پرکتیسی بوده که بین دیولپرهای قدیمی باب بوده. منم از این کثافت کاری کردم. خب اینم از horizontal formatting. یه قسمت دیگه مونده، اونم قسمت خوبیه، منتظر اون ویدیو باشین که پرونده فرمتینگ رو هم اونجا ببندیم. تا بعد.